خدمت عزیزان، من محمد احتشامپور هستم، روانشناس. یکی از اختلالات شایع در روابط زناشویی کنترلگری است. کنترلگری یعنی چی؟ یعنی که یک طرف که کنترلگر است طرف مقابل رو دائم رصد میکنه که کجا میره، چی کار میکنه، هر کجا میره گزارش کنه بهش و اینکه هر کاری را میخواد بکنه باش هماهنگ کنه و این باعث میشه که طرف مقابل احساس به نوعی عزت نفسش بیاد پایین، اعتماد به نفسش بیاد پایین و باعث میشه که احساس کنه که محدود شده و این خشم و عصبانیت طرف رو بالا میبره و باعث درگیری های خانوادگی و زناشویی میشه. شخص کنترلگر در واقع بیشتر این که باعث کنترلگری شده باعث ریشه در گذشته داره، یعنی در دوران کودکی و نوجوانی که این کودک یا نوجوان در این دوره ناایمن بزرگ شده و به نوعی یا مورد بیمهری خانواده قرار گرفته یا بسیار بهش اهمیت داده شده و هر چی که خواسته در اختیارش قرار دادن که در هر دو صورت منجر به فرد کنترلگر میشه.